وقتی که سر میشه و حساب و حساب، عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم‌ها را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخه عرقای کلام میکنه و آبای دیگهش میریزه، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجاست که بیا یارو خلاص کن؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بعد را طرف دوزخ، اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشم میگیم. میگه حضرت جان همین خیلی دست چپش خطریش همه قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امتات راضی کنی. خدای من راضی نیست، یا دوزخ میرم یا را خلاص کن. الله میگه دوباره حساب شما کن، حسابی را سر کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایی ها را ندیدن.